نوری است بر فراز نوری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى سوگند به ستاره هنگامی که افول می کند که هرگز دوست شما محمد صلی الله علیه و آله و سلم منحرف نشده و مقصد را گم نکرده است و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی گوید. آنچه می گوید چیزی جز وحی که بر او نازل شده نیست. آن کس که قدرت عظیمی دارد جبرئیل امین او را تعلیم داده است. همان کس که توانایی فوق‌العاده دارد او سلطه یافت در حالی که در افق اعلا قرار داشت. سپس نزدیکتر و نزدیکتر شد تا آنکه فاصله او با پیامبر به اندازه فاصله 2 کمان یا کمتر بود. در اینجا خداوند آنچه را وحی کردنی بود به بنده اش وحی نمود. قلب پاک او در آنچه دید هرگز دروغ نگفت. آیا با او درباره آنچه با چشم خود دیده مجادله می کنید؟ و بار دیگر نیز او را مشاهده کرد نزد سدرة المنتهی که جنت المأوا در آنجاست.
در آن هنگام که چیزی نور خیره کننده ای سدرت المنتهی را پوشانده بود، چشم او هرگز منحرف نشد و طغیان نکرد. آنچه دید واقعیت بود. او پاره‌ای از آیات و نشانه‌های بزرگ پروردگارش را دید. به من خبر دهید آیا بت‌های لات و عزا و منات که سومین آنهاست دختران خدا هستند؟ آیا سهم شما پسر است و سهم او دختر، در حالی که به زعم شما دختران کم ارزش‌ترند؟ در این صورت این تقسیمی ناعادلانه است. اینها فقط نامهایی است که شما و پدرانتان بر آنها گذاشته اید، نامهایی بی محتوا و اسمهایی بی مسمی، و هرگز خداوند دلیل و حجتی بر آن نازل نکرده. آنان فقط از گمانهای بی اساس و هوای نفس پیروی می کنند، در حالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای آنها آمده است. یا آنچه انسان تمنا دارد به آن می رسد، در حالی که آخرت و دنیا از آن خداست. و چه بسیار فرشتگان آسمان ها که شفاعت آنها سودی نمی بخشد مگر پس از آن که خدا برای هر کس بخواهد و راضی باشد اجازه شفاعت دهد. صدق الله العلی العظیم.